جلیبیب که خداوند از او راضی باشد، مرد فقیری بود که از اصحاب رسول اکرم بود. ایشان از محبوبان نزد رسول الله بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی به جلیبیب فرمود: ای جلیبیب، آیا ازدواج کرده ای؟ گفت نه. فرمودن نمیخواهی ازدواج کنی؟ گفت آخر یا رسول الله، چه کسی با من ازدواج میکند؟ فرمودن من کمکت میکنم. نزد این شخص برو و بگو رسول الله تو را امر کرد تا دخترت را به ازدواج با من در بیاوری. جلیبیب خارج شد و در خانه آن یار پیامبر را زد. آن مرد در را باز کرد و جلیبیب را دید و پرسید او اینجا چه کار میکند؟ آیا خوراک میخواهد یا لباس میخواهد؟ نمیدانست چه میخواهد. جلیبیب گفت ای فلانی، به خواستگاری دخترت آمدم. رسول خدا چنین امر کردند که دخترت را به ازدواج با من در بیاوری. پدر با تعجب گفت من دخترم را با جلیبیب به نکاح درآورم؟ مادر نیز تعجب کرده بود. دختر صدایش را شنید و گفت پدر، لطفاً پاسخ مثبت به امر رسول خدا بده. پس دخترش را به عقد جلیبیب درآورد. ندای جنگ آمد و جلیبیب لباس جنگ به تن کرد و با اصحاب پیامبر وارد معرکه شد. و در پایان معرکه جنگ پیامبر به اصحابش فرمود چه کسی جایش خالی است؟ چه کسی مفقود شده؟ فلانی با ماست ولی زخمی شده. آن شخص دیگر به خانه بازگشته. آن شخص دیگر نیز در میان ما بود و آن یکی به شهادت رسیده. ببینید چه کسی مفقود شده. پس افرادی که در میان نبودند را یک به یک شمردند. ولی رسول الله به مردی فکر می‌کردند که می‌خواستند اصحابشان او را به یاد بیاورند، ولی کسی او را به یاد نیاورد. رسول الله فرمودند جای جلیبیب اینجا خالی است، با من به جستجو برخیزید. پس صحابه به جستجو مشغول شدند ولی هیچ اثری از او نیافتند. در میان شمشیرها، خونها، اسب‌های زخمی، لباسهای پاره، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جلیبیب را در گوشه از میدان جنگ غرق خون یافتند، در حالی که در کنار او 7 مشرک مرده بودند و او به شهادت رسیده بود. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جلیبیب نزدیک شد. ایشان نشستند و او را در آغوش کشیده و سرش را بر روی پای مبارک گذاشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آنها را کشتی و تو را کشتند، آنها را کشتی و آنها تو را کشتند. پس تو از منی و من از تو، پس تو از منی و من از تو. چه زیباست چنین مرگی که قبل از رفتن پیامبر محبتش را نسبت به او شهادت بدهد و بعد از مرگش به صالح بودن و خوبیش شهادت بدهد.